از سرکار خانم دکتر نرجس محمدی بندری، ایشون نخبه عزیز علمی و افتخار گیلان زمین و ایرانید و قراره ایشون هم را گپ بزنیم کنید. خانم دکتر عزیز سلام علیکم، شب شما رو بخیر، خیلی خوش آمدید. سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترم و خیلی خوشحالم که امشب این فرصت رو دارم تا درباره یکی از دستاوردهای فناورانه کشورمون اسپری پروبیوتیکی رشفاده برای درمان انواع زخم‌ها و سوختگی‌ها صحبت کنم. خیلی عالی. از املش زیبا تشریف بردید و باید یک سلام ویژه بدیم به همه املشیایی که الان در حال حاضر بیننده برنامه سودکایید و اگر هم ارسال بکنید که از املشی تیمی نامم را مطمئن بید خانم. اما خانم نرجس محمدی عزیز، خانم دکتر عزیز، یک معرفی کوتاهی از خودتون بدارید از این مجموعه. بله، دکتر نرجس محمدی بندری هستم، مدیر کنترل کیفی واحد فناور رایکاژن فارمت مستقر در پارک علم و فناوری گیلان. مجموعه ما در زمینه تولید محصولات فناورانه زیستی، دارویی و تجهیزات پزشکی مبتنی بر پروبیوتیکا فعالیت میکنه.